اینجا زمان صدا بود، صدای دانشجو و صدای امید. اما حالا سکوت است. رادیو صدای جوان پانزه ژورنالیسم و ارتباطات پانتون هرات سالها پیش با هدف آگاهی دهی و رشد فرهنگی آغاز به فعالیت نمود، اما حالا چندین سال می شود که نشرات اون غیر فعال می باشد. فعلا بزرگترین مشکل ما اینه که چون نشرات به طور زنده ندارن، چون نشرات خیلی گستردنیه، یعنی به تمامیت کمک غیر فعاله، یعنی نشرات نداره که نشر باشه. خب در طول دانشجویی که ما بودیم از اسکای رادیویی استفاده داشتیم برای کارهای پروژه‌ای که استادا میدادن و از استفاده میکردیم در بخش‌های خبر و برنامه‌های اجتماعی و همچنان برخی برنامه‌های درامه. چون که اسکای رادیو فعلا فعال نیه، به صورت رسمی در اسکای رادیوی صدای جوان کار نمیشه و به این خاطر به صورت رسمی کار نکردیم اسکای صدای جوان. این در حالی است که محصلان این پانزه خواهان فعال شدن دوباره اون در اسرع وقت است. خواست ما از رئیس پانزه این است که برای ما نشرات رادیو را هم فعال کنه و همچنان به استودیو تلویزیون را هم فعال کنه که نشرات داشته باشه و تا محصلا انگیزه بگیره و یک کار کنه. اما مسئولان این پاهنزه میگویند که تلاش ها برای فعال نمودن دوباره اون از سال قبل شروع شده و در سال جاری فعال خواهد شد. از طرف پانزه زیاد کوشش شده به خاطر پاسازی از به سال 14/4 با اواخر 14/4 از وزیر صاحب حکمم گرفته شد، پانتون موافقه کرد، چون همی مسئله بودجه پانتون شکلیه که معمولا با آخر سال اینا یا بودجه تمام میکنن یا هم وقتی چی میشه و قراردادی هم که اینا حتی این مسئله قراردادی هم پیش رفته یک اندازه، بازم کار از این با 14-5 ماه که خوشبختانه یک چند روز میشه که بودجه باز تصویب شده، بودجه سال جدید و اینا با این بودجه جدید گرفتن و ما امیدواریم که بخیر فعال کنیم. فعلا یک فرستنده کم داره رادیو، فرستنده از او که خریداری باشه نصب بشه در قسمت نشرات، از او ما افراد مسلکی داریم و میتونیم غیر از استادا از محصلین صنوف سوم و چهارم هم استفاده کنیم. با فعال بودن نشرات پانزه ژورنالیسم و ارتباطات جمعی، محصلان این پانزه بدون گذراندن دوره کارآموزی می توانند بر رسانه‌ها فعالیت کنند.